سلام دوستان، خوش اومدید. ویدیوی من مهدی گیمر هستم و امروز اومدیم توی پارت پنجم بازی GTA وایس سیتی رو با هم بریم. امیدوارم از این سری بازی تا اینجای کار خوشتون اومده باشه. یادتون نره که اگه از این سری بازی خوشتون اومده حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید که از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. ویدیو لایک کنید و نظراتتون رو حتما تو باکس کامنت برامون بنویسید. لینک پیج اینستاگراممون هم اینجا میاد، اگرم دوست داشتید فالوش کنید. میریم سراغ بازی. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون بیاد. دوستان عزیز، اگه پارت قبلی بازی GTA وایس سیتی رو ندیدید توصیه میکنم که ببینید، ازش ندید، جالبه واقعا. بعد تو پارت قبلی یه سری از مراحل آقای ریکاردو دیاز رفتیم و الان سعی داریم که تو این پارت تمومشون کنیم. بریم ماموریت آقای دیاز انجام بدیم. آقای دیاز چی داره؟ دیاز جان قند. بیا بیرون دیگه آشغال پلاستیکی. فکر کردی کی هستی که با من اینطوری رفتار میکنی؟ آشغال پلاستیکی. این فیلم مورد علاقه من بود. دیگه چیکار میتونم بکنم؟ احتمالاً به برق وصل نبوده. چی؟ نات اشکالی نداره، میتونم 100 تا دیگه شو مثل این بخرم. خوب گوش کن تامی، هر ماه یه قاچاقچی آزاد میاد به وایس سیتی و معمولاشو به اولین قایق میفروشه. ازت میخوام که قایق تامتر رو برداری و بقیه کله پوکا رو جا بذاری، بعد معموله رو بیاری اینجا، باشه؟ اوکی، همون قایقی که پارت قبلی دزدیدیم و باید برداریم و بریم معموله رو برداریم. معموله رقابتیه، البته مشکلی نیست، ما شکست میدیم. ما از معمولیت های سخت‌تر از این هم اسپاسش بر اومدیم. بله، اینجا هم که کلا دوبله نکردم. داداشیامون دوبله نکرده اینو. چند تا رقیب داریم. ما حالا میدونیم که دیاز بود که معامله ما رو به هم زد. خب میشه بگی کدوم گوری داریم میریم؟ هرچی بیشتر بفهمیم فردا که کنترل شهر رو به دست گرفتیم کارمون راحت تره. من اصلا که تو خوشم میاد. خیلی جالبه. حالا نوبت رقص لنز فنسه. بله. خب رسیدیم ایول. مراقب خودت باش. دارمشون. زودتر برو سراغ دیاز. بخورش. بی‌تربیت میشو. خانواده نشسته. نه دیگه، نه، این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجنه. تو این چنل خانواده نشسته، رعایت کنید. چه الفاظ زشتیه. Stop it. Get some help. احتمالا منظورش چطور ماسمالش کنم. دیگه گفتی دیگه، لعنت بر تو. خب آقا هلیکوپتر. اونجا افراد مسلح هستن. کجا هستن؟ من که کسی نمیدونم. منظور هلیکوپتره؟ بیا تو تیررس من آشتیم. خب اوکی. درد سر بیشتر تو راهه. انشالله که منظور لنسنس منظور خاصی نشته. یه خورده
پفک نمکی گرفته بود گفتش بخورش. اوکی اینا هم زدیم. خب دیگه کسی نبود، کنده نبود، دیگه رسیدیم قصد دیاز دیگه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. شلیک خوبی بود رفیق. تو واقعا یه دیوونه واقعی هستی. خیلی ممنون. بعدا میبینمت تامی. خیلی خوب آقای لنس دنس. بله ظاهرا ماموریت آقای ریکاردو دیاز خیلی بهش میگم آقای، من خیلی بهش احترام دارم میذارم. ریکاردو دیاز ماموریتش تموم کردیم و تموم شد و خیلی هم تاثیرگذار بود. کی زنگ میزنه؟ هی تامی لنسم. چیه؟ از شنیدن لنس. صدات خوشحالم. لنس. ول کن من. سخت نگیر. من وسط انجام هر کاری هستم. چی میخوای؟ چی؟ خب اگه بخوام بگم ببین تامی، ما میتونیم این کارو بکنیم، من و تو، مشکلی نیست، میفهمی؟ ما مجبوریم این کارو بکنیم چون در غیر این صورت کارمون تمومه لنس. هنوز خیلی جلو نرفتیم. با این حال از تماست ممنونم. بعداً با هم حرف میزنیم. لنس بود و درباره ریکاردو دیاز ما به تامی بهش راضی بود و میشد. بازم دوست داره که ببینته. خبر خوبیه؟ البته اگرچه کم کم دارم به این فکر میافتم که دیاز تو خساراتی که خوردیم مسئول بوده. چی باعث شده که اینو بگی؟ خب این راه کسب و درآمد برای آدمی مثل دیاز نیست و وقتی هم که در این مورد فکر میکنم ولش کن. راستی من پیشنهادی برات دارم. برای ترتیب دادن مقدمات وقت کافی ندارم. من فکر میکردم آدمی با چهره خشنی مثل تو برای موقعیت‌ها لحظه شماری میکنه. خواهش میکنم تامی حداقل به حرفم گوش کن. ادامه بده. من مشتری برای یه قطعه نظامی دارم که از داخل شهر عبور داده بشه. اونو برام بدزد و سریع به من زنگ بزن. اوکی. کورتز که معتقده که اون معامله‌ای که ما اول بازی انجام دادیم مقصر این که به هم خورد ریکاردو دیاز بوده. مشکوک شده. بله مشکوک شده که دیاز پشت اون کمین کرده و دیاز برای معامله و گونزالس. بله گونزالس هم ظاهرا اطلاعاتو از کورتز که برای کورتز کار میکرد، گونزالس دیگه اطلاعاتو از اون برداشته و اطلاعاتو به دیاز داده و معامله که اول بازی شکست خورد این نظریه کورتزی که زیر سر دیاز بوده. ولی اینجا از اینجا یک تانک داره رد میشه و ما باید این تانک رو جلوشو بگیریم. یک راه حل بهتری دارم. میام اینجا وای میسیم که این تانک بیاد یه خورده جلوتر. اینجا مثلا اینجا وای میستیم چون تانک میاد اینجا. یه تکنیک خوب دارم. همینجوری یلخی بهش حمله نکنید. به نظر من صبر کنید بیاد اینجا. بیاد همینجا این مغازه که اینجاست و یه چیزی فکر کنم میخرن همینجا. حالا اشتباه نکنم. بله این کاروان نظامی که اینجا داره میاد. صبر کنید اینجا توقف ریزی میزنن. حالا من اینجا منتظرم. اینجا وای میستم تا اینا بیان. زیاد طول نمیکشه. پشت بوت‌ها در کمینم. یه راهی برای دزدیدن تانک باید پیدا کنیم. سرباز برو چند تا دونات بیار. بله قربان. دسته ایست. بله رفت دونات بیاره. از تانک دور شو. یه غیر نظامی توی تانکه دورشو بگیریم. موضع دفاعی. بله تانک رو برداشتیم. سیستم ایمنی به کار افتاد. دلتا این دایکا سیستم نابودی خودکار خود را آغاز به کار کرد. بله سیستم خودکارش فعال شده. خب خیلی زودتر از اینا ما اینو میبریم اینجا میزنیم اینجا تا خیلی باشه. تانکش ولی خدای خفنه. اوکی اومدیم بیرون. بله ماموریت خوبی بود. پولش هم بدک نبود. میتونست بهتر باشه. جالب توجه بود. بریم ماموریتش انجام بدیم. خب کی زنگ میزنه؟ خب صحبت میکنه. کتبال باید حضوری ببینمت. من توی کلوپ مالیبار سرگرم میشم. شرط میبندم میخوای یه لطفی در حقم بکنی. میبینمت. بله آقای کنتپالو که هم معرف حضورتون هست پارت اولم بودش
یه جوری حکم خبرچین و اینجور چیزا رو داره و خبرچین که نه اطلاعات از اطلاعات گروه خلافکاری هم دستشه و یه اطلاعاتی داره خوشت میاد. ولی خب دوباره هم ماشین بدون رانندش میاد. بله اومد ماشین بدون راننده و این داستان هم. بله اینجا دیگه کلا یادشون رفته دوبله کنن دیگه. اینجا اصلا صدا هم حتی نداره، زبان اصلی هم بود خیلی بهتر بود. ولی خب خلاصه این که این محله هستش اینه که مواد جنگی بین کوبایی ها و گروه هایتی ها، اونایی که اهل هایتی هن، حالا من زیاد نمیتونم خوب تلفظ کنم، هایتی ها Stop it. Get some help. که ما باید بریم سرویسشون کنیم. حالا من اینو بیزنم جلو که اینو دیگه کلا ترجمهش نکردن. بعد لباس اون جنگی کوبایی رو بپوشیم و بریم تو دل دشمنشون. خب دوستان عزیز، اگه تا اینجای ویدیو اومدید و از من خوشتون اومد، از کارهای من، از چنل من خوشتون اومد، این ویدیو رو لایک کنید و چنل ما هم سابسکرایب کنید. قربون چشای ما یکی. بله چقدر هم زیبا هستن. رخ بنم و دوری بمیر دیگه بابا. ای بابا بمیر بابا. چین از هم مالو. بله این تابوت هم انفجاری هن. جالبه، خیلی هم جالب اصلا، منطقیه. و تابوتاش هم بی نهایتن اصلا. نها کنید دارن بازم تابوت میندازه. خب باز کردیم. بذار پیاده شیم. الان بهترین موقعیتی که سرویست کنم. بله این ماموریت هم با موفقیت انجام شد. کی زنگ میزنه؟ لئو من یه کاری برات دارم. چرا میگی لئو؟ لئو میدونی که تو تلفنشو برداشتی؟ شاید لئو مرده باشه، شاید من اونو کشتم و تلفنشو برداشتم. به این فکر کرده بودی احمق؟ تو لئو رو کشتی؟ باید خیلی جیگر داشته باشی. میخوای برای من کار کنی؟ یه سر به کافه من بزن. اونجا مثل دوتا مرد با هم صحبت میکنی. بله رئیس گروه کوبایی است که بعدا بهش مفصل می‌پردازیم. دوستان عزیز مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. یادتون نره اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون حتما تو بخش کامنت برام بنویسید. لینک پیج اینستاگراممون هم این زیر آدرسش میاد، اگه دوست داشتید فالوش کنید. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو دیدید، از کارهای ما حمایت کردید. بوست به تک تکتون. مرسی تا پارت بعدی و ویدیوهای دیگه. خداحافظ شما.